مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 20 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 19:45 دقیقه راننده ماشین تمغه گاز شریفوف اصلان عثمانویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر استرافچان هنگام حرکت در جماعت دهات اورمیتان نویه عینی از اوده دوره وسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده است و در نتیجه ماشین به چقوری تخمینا 40 متر چپ شده است. در نتیجه صدمه 4 مسافر این ماشین رایموف گل خوجوویچ سال تولدش 1965 و منقولوف زینوره شاد منقولوف سال تولدش 1981 زیویف اکرمالی عبدالخالقوویچ سال تولدش 1999 و وایدو و مولوده سال تولدش 1961 ساکن نویه عینی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. به علت جراحت‌های برداشته اشان دو تن از این مسافران رایموف و اومونقولووا بعدا در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخله که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر جراحت برداشتند. ده ها تن از قربانیان صدمه ها را در کشور نابالغان تشکیل میدهند.